خواهران و زنان مسلمان باید سپاس و شکرانه الله جل شأنه را به جا بیاورند که الله سبحانه و تعالی به واسطه اسلام الله سبحانه و تعالی زنان و خواهران مسلمان الله عزت بخشید. وگرنه قبل از آمدن اسلام زنان هیچ قدر و منزلتی نداشتند، هیچ کرامت و شرافتی نداشتند. وقتی که اسلام آمد برای زنها کرامت و عزت بخشید. وگرنه قبل از اسلام در زمان جاهلیت زنها هیچ اعتباری نداشتند. قبل از اسلام آمدن در زمان جاهلیت زنها هیچ مرتبه و منزلت و شرافتی نداشتند. به همین خاطر بود که اگر شخص میفهمید که من دختردار شدم، اون برای خودش ننگ میدونست، اون را برای خودش عیب میدونست که در پیش دوستان و رفیقانم بگویم که من دختردار شده ام. به همین سبب، به همین خاطر بود که زنها را زنده به گور میکردن. دخترکایی که تولد میشدن میفهمیدن که ما دختردار شدیم، اونها را زنده به گور میکردن. زیرا زن در زمان جاهلیت مایه عیب و ننگ بود و ارث نمیگرفتن زنها. ولی اسلام آمد عزت بخشید به زنها. ولی وقتی که اسلام آمد حقوق مشخص و معین کرد برای زنها و مردها. زنها و خواهران مسلمان، اسلام برای شما عزت بخشیده است. پس نباید این عزت را، این شرف و کرامت را از دست بدهیم و نباید با دوباره به زمان جاهلیت بر بگردیم. امین دموکرات، امین نظام دموکرات بدان که همون نظام زمان جاهلیت است. و ببین امروز زنهایی که به حجاب هستند، امروز زنهای غرب، زنهای شرق، زنهای امریکا، اروپا، روس هیچ قدر و منزلتی ندارند. همین خاطر است که اونها را بر رقاصخانه ها در آوردن. همونطور که در زمان جاهلیت یک زن چند نفر استفاده میکرد، امروز در همین دموکراتی که امروز به نام آزادی انسان است هیچ فرقیتی از زمان جاهلیت ندارد. میدانم که امروز دشمنان حجاب و دشمنان قانون الله پیدا شده اند، اما وقتی صبر و امتحان از جانب الله برای شما است. و چی کسی به قانون الله متمسک می شود و به دستورات الله و به فرمان الله لبیک می گوید و چی کسی به گفته های مخلوق و به دستورهای مخلوق لبیک می گوید. این امتحان از جانب الله است. متوجه باشیم که مبادا در امتحان ناکام شویم.